حمله های اوکراینی ها با پهپاد یا درون ها در 2 روز اخیر به پرواز هواپیماها در روسیه آسیب جدی رسانید. بعضی فرودگاه ها مجبور شدند روز 6 ایول در کار خود محدودیت جاری نمایند. از جمله صدها پرواز در مسکو و سنت پترزبورگ بازداشته شدند. وزارت نقلیات روسیه گفت که تا ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو به دلیل های امنیتی حدود 400 پرواز بیکار و به مسافران مشورت داده شد که سفرهای خود را با قطار راه آهن انجام بدهند. نماینده وزارت گفت که از ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو در فرودگاه شرمت و 171 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد. دوامی بیش از 2 ساعت 56 پرواز به خارج از این فرودگاه عقب انداخته شد. در فرودگاه پولکووی سنت پترزبورگ که دومین شهر کلانترین روسیه به حساب می رود 90 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد و 37 پرواز دیگر به مدت 2 ساعت به تاخیر گذاشته شد. طبق معلومات آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه روز 7 ایول باید 2 پرواز از سنت پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان انجام می شد ولی هر دو این پروازها صبح دوشنبه به تاخیر افتادند. در اظهارات وزارت نقلیات روسیه گفته می شود حرکت قطار در بین سنت پترزبورگ و مسکو بیشتر و فروش بلیط برای قطارهای معمولی و هم با سرعت پیشنهاد می شود. وزارت نقلیات گفت که پروازها اینچنین در فرودگاه ایوانوو، کالوگا، کیروف، پیسکوف و تامبوف بازداشته شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که از حمله 6 پهپادی که به پایتخت روسیه رسیدند پیشگیری شد ولی جزئیات دیگری نداد. مقامات محلی درباره زده شدن پهپادها در نزدیکی سنت پترزبورگ و کالوگا هم خبر دادند. والی بلگراد ویاچسلاو گلادکوف روز 6 ایول گفت که درون‌های اوکراینی 2 فرد ملکی را در نزد منطقه سرحدی مجروح نمودند. پیش از حمله های پهپادهای اوکراینی ارتش روسیه چندین حمله عظیمترین هوایی را بالای کیف برپا کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترکش ها محله های اهالی نشین را آسیب رسانیدند.